خانه‌ای که نفس می‌کشد. قسمت اول. ورود به خانه و پچ‌پچ‌های مرموز. سلام دوستان، امشب میخوام یک داستان واقعی و ترسناک براتون تعریف کنم. داستان درباره خانواده‌ای از که به خانه قدیمی و بزرگ در حومه شهر نقل مکان کردند. شب اول دختر 12 ساله خانواده صدای پچ‌پچ عجیبی از زیر زمین شنید. وقتی پایین رفت هیچ چیزی پیدا نکرد، اما وقتی به اتاقش برگشت و به آینه نگاه کرد سایه‌ای پشت سرش حرکت میکرد، سایه‌ای که هیچ کس نبود. از همان لحظه حس عجیبی در خانه جریان داشت، حس این که خانه خودش نفس میکشد. خانواده خیلی زود متوجه شدند که هر شب صدای قدم‌های سنگین و بسته شدن در از طبقه بالا شنیده می شود، حتی وقتی خانه خالی است. دختر تصمیم گرفت دوربین گوشیش را روشن کند. وقتی ویدیو را نگاه کردند دستی نامرئی پنجره را باز می کرد و چیزی را تکان می داد و این تازه شروع ماجرا بود. قسمت بعد خواهید فهمید این خانه چه گذشته‌ای داشته است.